گناهکاران را تحقیر نکنید. اسلام دین تحقیر نیست، اسلام دین تمسخر نیست. الدین النصیحه، اسلام دین خیرخواهی است، دین مهربانی است. مسلمان باید مثل باران باشد. باران وقتی می آید بر سر همه می بارد. مؤمن باید برای همه خیرخواه باشد. ما تنها مسئول انسانهای نمازگزار و متقی و پرهیزگار نیستیم، مسئول انسانهای گناهکار هم هستیم. الله رب العزت و الجلال از ما پرسان می کند گناهکاران را چرا رها کردی؟ اگر واقعا من